بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران. مؤلف ببرک احساس. بیش از 10 سال است که هنرمندی محبوب نسل جوان احمد ظاهر دیگر در میان نیست. احمد ظاهر عزیزی گوشها و دلهای ما، رفیق هر دل عاشق و دردمند، دوستی هر تنها و آشنای شوری ها و شادی های ما، اینک در میان ما نیست و سالهاست چیزی نمیخواند. اما برای بسیاری او یک ارمان است، برای بسیاری او هنوز خواننده سال است و بسیاری مردم عشق خود را، غم خود را، رهایی و وابستگی خود را، ارمان خود را، یادها و خاطره های خود را، میهن خود را در آهنگ های او جستجو می نمایند و خانه ای نیست که آوازی او آنجا نباشد و گوشی نیست که صدای او را نشنیده باشد. برای این که نسل امروزه احمد ظاهر را شنیدند اما ندیدند، برای آنانی که احمد ظاهر را شناختند اما نخواندند، اینک بخش‌های از یک مصاحبه او را که در سال پیش از شهادتش به چاپ رسیده برای شما برگزیده ایم که امید است مورد توجهتان قرار گیرد. خبرنگار در منزل احمد ظاهر با تابلو بر می‌خورد که منظر او به اندیشه احمد ظاهر در تضاد است. از او می‌پرسد: تضادی که میان اندیشه تو و نقاشه این اثر وجود دارد و سبب این چه انگیزه تو را واداشته است تصویری را در اتاقت بیاویزی که مفاهیم خوابیده در محتوای آن را قبول نداری و شاید هم مخالفش هستی؟ میگوید: حرفهای جالب میزنی، آخر تو از کجا میدانی که من با مفاهیم طرح شده در این اثر تضاد دادم؟ پاسخ میدهم: ببین احمد ظاهر، تو که در زندگیت کمبودی و محرومیتی نداشتی، تو که در بسیار موارد و به نسبت خیلی از جوانان درکی از خواستن و نتوانستن نداری، تو که رمز شادی بوده ای و جز شادی هم تبارز نداده ای، تو که شاید هرگز طمع تلخ تنهایی در خود فرو رفتن و برای خود جز خود را نیافتن نچشیده ای و چی وجه تشابه در برداشت خود از زندگی با آنچه در این تصویر به نمایش گذاشته شده است میتوانی نشان دهی، مگر آن که فقط زیبایی آن تو را فریفته باشد و یا مثلا قصد تظاهر را داشته باشی که این شکل از خود فریبی است؟ حرکت شتاب زده می کند و در حالی که رگ‌های از ناآرامی و عصبیت به آرامی رنگ چهرهش را دگرگون می سازد، با لحنی پر تأثیر که کمتر از او شنیدم می گوید: مصیبت من همین است. چی گفتی؟ مصیبت؟ منظورت چیست؟ بله، مصیبت. وقتی انسان مجبور باشد با دو چهره هم زندگی کند، یکی برای خود و دیگری برای مردم، و برای این دو چهره دو حالت متفاوت و دو شخصیت مغایر هم بسازد، اما هیچ وقت نتواند تصویر چهره را که برای خود ساخته است نشان دهد و صدای احساس خود را و تأثیرات درونی خود را به این دلیل که مردم همیشه عکس آن را دیدند و شنیدند بشنواند. این مصیبت است، یک مصیبت درد آور. کاملا همین طور است. ببین، تو و دیگران همیشه با احمد ظاهر رو برو هستید که به قول تو شهرت دارد، محبوبیت دارد، پول دارد و این همه داشتنها شادیگرایی یک رخ شخصیتی توست و دو در رخ دوم این شخصیت با نوع دیگری از تأثیرات برابری که مردم آن را نمی بینند و تو هم نشان دادن نمی توانی. یعنی تو میخواهی بگویی این همه شادی و در همه حالتش متبارز است، شاد و سرخوش است و این شادی در آوازش منعکس می شود. این است که وقتی حتی شعر غم‌انگیز و برابر با خواست دل هم میخوانم کمتر قبول می شود که از دل برخواسته باشد، به همان گونه که تو علاقه نوافر مرا به این طبل و نوع تظاهر روشن فکرانه تلقی می کنی. خب پس حالا موقعش است که تو پرده از رخ این نیمه دوم شخصیت برداری و ما را با احمد ظاهر آشنا بساز که به قول خودت ناشناس بمانده است. در این شخصیت من هم آدمی هستم، حساس و گاهی درونگیره، انسانی که درک هنریش او را بیشتر به عمق می کشاند و تو می دانی که در زندگی و در نگریش خود به سوی زندگی هر چقدر از شکل و محتوا و از سطح به عمق برویم
تراژدی یعنی فاجعه کاملتر می گردد، دردها برهنه‌تر و غصه ها جانسوزتر. پس این همه تصنیف و ترانه شاد و سطحی گرانه معنیش چیست؟ معنیش این که هنرمند حق ندارد همیشه فقط چیزی را به خود دوستش دارد توهیل مردم دهد. مردم شادی میخواهند و آوازی که غصه های خود را در آن بشنواند و هنرمند هم با توان هنریش این خواسته را برمی آورد. اما اگر قرار باشد هنرمند همیشه دنباله‌رو ذوق مردم باشد که دیگر نمی تواند مردم را از نظر فکری برای بهتر اندیشیدن یاری کند، در این صورت حرفت را قبول دارم، اما تو هم باید قبول کنی که موسیقی یا قصه و هنرهای دراماتیک توافت دارد. در موسیقی اگر شعر خوب انتخاب شود، یعنی دور از ابتذال باشد و کمی هم پیام داشته باشد، کافی است، اما بیشتر باید رابطه عاطفه ها و زبان تأثیرات گردد. پس تو میخوایی بگویی شعرها و هماهنگایت با آگاهی بر رسالت هنری انتخاب میگردد. اگر از من انتظار نداشته باشی که به جای شعر و تصنیف که باید با در نظر داشت ذوق‌ها و سلیقه‌ها و سویه‌های متفاوت هم انتخاب شود، فلسفه بخواند، همین طور است. خوب، این حرفها قبول میکنم که تو در شمار آن عده کمی آوازخوان جوانی که هستی که شعرهای انتخابی تو از یک طرح نسبی هنری برخوردار است. حالا اگر به قصد نداری به جای حرف حساب فلسفه توهیلم دهی، به یک پرسش دیگرم جواب بگو. بفرما. روی یک قاعده کل احساس نوجویی و نوخواهی، مردم هر زمان به هنرمند دیل میبندد و هر تازه آمده اگر از آواز خوب و تعداد هنری هم برخوردار باشد، برای مدتی در اوج شهرت قرار میگیرد و بعد تازه آمده دیگر این شهرت را کسب میکند و آن کهنه فراموش میشود و از یادها میرود، در حالی که این قاعده در مورد تو طور دیگری بوده. تو سالهاست که به عنوان یک بهترین مورد قبول بوده ای، اوج داشته ای، شهرتت را حفظ کرده ای و مردم باز هم تو را به عنوان بهترین قبول دارند. از نظر خودت انگیزه این محبوبیت و شهرت دیرپا چی بوده و آن چی تو را از سکوت هنری باز داشت؟ کدام است؟ والله چی؟ نکند که تعارف میکنی؟ نه بابا، واقعیتش را میگویم، آن هم از زبان هواخواهان آواز تو. پس در این صورت توضیح مختصری لازم است. من به مسئله ابتکار، ابداع و نوآوری خیلی ارزش میگذارم. نمیخواهم آهنگ‌های شبیهی هم باشند. دوست ندارم با کهنه بسازم و همیشه برای یافتن تازه‌های دیگر روانم. همچنان در مورد ارکستر سختگیرهای دارم. تا جای امکان ارکستر من باید مجهز باشد. در کنسرت هایم میکوشم شنونده ها را خود به حرکت آورم، آنها را شور و شادی را تبارز دهند، کف بزنند، جیغ بزنند، برخیزند، برقصند و واقعا ارکستر را همراهی کنند. حالا میخواهم گیله را مطرح سازم، گیله جوانان شوربازار را، چند اول هم محلت غریب نشان را. باز هم شوخی میکنی؟ نه، کاملا جدی میگویم. چی گیله؟ هرچی باشد روی چشم. درد نکند چشمت، اما مسئله این است که قیمت تیکیت های یعنی بلیت های کنسرت های تو خیلی زیاد است، زیادتر از توان اقتصادی. خیلی از کسانی که آرزو دارند صدای تو را از نزدیک بشنوند و این موجب میگردد که بی پول های مانند من به کنسرت های تو راه نداشته باشد. این کار دلیل گوناگونی دارد. مثلا یکی این که خلاف نظر تو و شاید هم دیگران، نفع این کنسرت ها تماما به جیب من سرازیر نمی گردد. بخش عمده آن به صاحبان تالارها تعلق می گیرد، قسمتی به ارکستر پرداخت می شود و چیزی هم برای من می ماند. دیگر این که هنرمند مجبور است لااقل پشتوان کوچکی مادی برای فرداهای خود داشته باشد. فرداهایی که ممکن است هنرمند گرسنه بماند، بیمار باشد و آوازش هم خریدار نداشته باشد. من از تو میپرسم ساربان، همین ساربانی که وقتی آواز میخواند
من هنوز لالای خان بودم. چه پشتیبانی دارد از این گذشته؟ من حاضرم به خاطر آن ایده‌ای که تو میگویی توان خریدن تیکت های کنسرت هایم را ندارند، با 10 افغانی تیکت در استودیون یعنی استادیون آواز بخوانم، و شرط این که استودیون در اختیارم گذاشته شود. موضوع دیگری که میخواهم بپرسم این است که این روزها پیروی از تو و سبک تو در آوازخوانی مدیروز شده و خیلی ها میکشند در واقع تقلید صدای تو را بکنند، و من میل دارم پیش از این که خودم در این مورد اظهار نظری داشته باشم، تلقی و برداشت تو را در مقاوم این عمل بدانم. من واقعا متاسف هستم و تاسفم از این است که این آوازخوانانی که به قول تو میخواهند از خنجره من بخوانند، اگر بکوشند که بجای احمد ظاهر خودشان باشند، بدون شک در میانشان استعدادهایی هست که خوب رشد میکند، اما در این صورت جز این که وقت خود را هدر دهند نتیجه ندارد. چرا اگر مردم آواز احمد ظاهر را دوست دارند، این را هم دوست دارند که این آواز را از خنجره خودش بشنوند و نه کاپی آن را از خنجره که میکشد مثل احمد ظاهر بخوانند.